امیدوارم که همونجوری که شاد هستید میخندید با لبهای خندان اومدید. هفته آینده، هفته‌ای که پیش رو دارید، با لبهای خندان، با شادی روح خداوند و با آرامش او پیش برید. آمین. هفته پیش رو بله گفتم نگفتم هفته پیش، گفتم هفته پیش رو. دعا کردم براتون که هفته خوبی داشته باشید. خدا رو شکر. بریم با هم دعا بکنیم و بعد به موضوعمون یه نگاهی بندازیم. خدای قدوس، پدر آسمانی، پدر جان، شکرگزارت هستیم به خاطر این شادی ها، به خاطر این خنده های خداوندم. مسیح جان، تو گفتی من به شما آرامشی میدم که هیچ جای خداوند پیدا نمیشه. مسیح جان، حتی سپاسگزارم به خاطر اینکه حتی در سختی های خداوند آرامشی داریم در تو که زندگی ما رو خداوند در تلاطم ها، در طوفان ها تو اونو آرام میکنی. مسیح جان، امروز ای روح القدس در بین ما بخرام ای خداوندم. ای خداوند امروز در ما جاری شو مسیح جان. امروز ما رو پر کن ای خداوند، از لبریز کن از کلام خود ای خداوند. لبریز کن از درک و فهم کلام خود ای خداوند. مسیح جان، از خادم خود ای خداوند استفاده کن برای جلال نام خود ای خداوند. آن چیزی که قراره گفته بشه مسیح جان به اراده تو و برای خوشنودی تو باشه خداوند. امروزمون و وقتمون و موعظه‌مون خداوند به دستان تو میدیم، باشد که هر آنچه گفته میشه برای جلال نام تو باشه. به نام قدوس عیسی مسیح، آمین. خوش آمدید به بخش سوم از موعظه من یحوه هستم و بخش دوم از بلاها. آره. چند تا بلا رو انجام دادیم؟ سوال بپرسم. تا پشهار رفتید. آره. خدا رو شکر. امروز میخوایم ادامه بدیم با 3 تا بلای دیگه و اگه عمری باقی بود، اگه خداوند اجازه داد، ادامه بلاها رو در هفته آینده با هم پیش خواهیم رفت. آمین. بریم به سراغ فصل 8 آیات 20 تا 30 از کتاب خروج. 4مین بلا، مگس ها. حالا میام نگاه کنیم اینا مگس بودن، چی بودن، از کجا اومدن، چه جوری اومدن. و نیاورده میکروفونو. از فصل 8 کتاب خروج میخوایم نگاه بکنیم، از آیات 20 تا 32. بعد نگاه بکنیم ببینیم که بلا چطور وارد شد، چه اتفاقی افتاد، اصلا چه جوری پیش رفت. اگه مریم جان برامون بخونه. خداوند به موسی فرمود فردا صبح زود بلند شو و وقتی که فرعون به کنار رودخانه می آید به دیدن او برو و به او بگو که خداوند می فرماید قوم مرا رها کن تا مرا پرستش کنند. به تو هشدار می دهم اگر چنین نکنی مگس‌های بیشماری بر تو درباریان و تمام مردمانت خواهم فرستاد و خانه مصریان و سرزمین آنها پر از مگس خواهد شد. ولی سرزمین جوشن را که قوم من در آن زندگی می کنند از بقیه مصر جدا می کنم تا مگسی در آنجا دیده نشود، تا بدانی که من در این سرزمین خداوند هستم و میان قوم خود و قوم تو فرق می گذارم و تو فردا این نشانه را خواهی دید. خداوند گروه بیشماری از مگس‌ها را به کاخ فرعون و خانه درباریان و تمام مردمانش و به سراسر مصر فرستاد، به طوری که مگس‌ها زمین را ویران می‌کردند. پس فرعون موسی و هارون را به حضور طلبید و گفت بروید و در همین سرزمین برای خدای خود قربانی کنید. موسی گفت این کار درستی نیست، زیرا آنچه را که ما برای خود قربانی می کنیم در نظر مصری ها ناپسند است و اگر آنچه را که آنها بد می دانند ما همان را در مقابل آنها انجام دهیم، آیا آنها ما را سنگسار نخواهند کرد؟ ما باید 3 روز در بیابان سفر کنیم تا همانطور که خداوند به ما دستور می دهد برای او قربانی کنیم.
فرعون گفت به شما اجازه می دهم که به بیابان بروید و برای خدای خود قربانی کنید، به شرطی که زیاد دور نشوید و برای من هم دعا کنید. موسی گفت همکنون که بیرون می روم نزد خداوند دعا می کنم که فردا مگس ها را از شما، از درباریان و از تمام مردمانت دور نماید، ولی تو دوباره ما را فریب ندهی و مانع رفتن و انجام دادن مراسم قربانی نشوی. موسی از نزد فرعون بیرون رفت و نزد خداوند دعا کرد. خداوند همانطوری که موسی خواسته بود مگس ها را از فرعون و از درباریان و تمام مردمان مصر دور کرد، به طوری که یک مگس هم باقی نماند. اما فرعون باز هم سنگدل شد و قوم را آزاد نکرد. دوباره الگو تکرار میشه. اما الگوی چی؟ اطاعت نکردن فرعون، بلا، سختلیش، معجزه خداوند رو داشتیم، دیگه دعای موسی رو داشتیم، همون الگو دوباره تو این بلا دوباره تکرار میشه. توی بلای قبلی مشخص نبود کی اومد، مشخص نشد کی تموم شد، اصلا هیچ اطلاعات دقیقی در موردش نداره، اصلا کی اصلا تموم شد کی. وقتی هم اومد یهویی اومد، یعنی پشتبند بلا پشتبند شد. اما اینجا میبینیم که موجودات کوچیک دیگه چی میشه؟ وارد میشن به عنوان یک بلا. برای چی؟ برای انجام دادن خواست خدا. یعنی هر بلایی که میومد، هر موجودی میومد، هر اتفاق میفته برای چی بود؟ برای انجام اراده کی بود؟ خداوند بود. مگس ها رو میبینیم که توی همین آیاتی که خوندیم، آیات 20 تا 32، اینکه چه نوع مگس هایی بودن نمیدونیم، مشخص نیست، دقیق مشخص نیست این چه نوع مگس هایی که، اما میدونیم که همه جا پر شده بودن. این میگه همه جا، آیه 24 میگه همه جا پر شده بود از چی؟ از مگس، و همه چی از بین میبردن. این چیزی نبود که از حضورشون آسایش داشته باشه به جز سرزمین جوشن، جایی که کیا بودن؟ قوم خداوند حضور داشتن. حالا فکر کنید، یکم تصور کنید این بلا رو که همه جا فرا گرفته و همه درگیرشن. برای اولین بار میبینیم که تفاوت تأثیر بلا بین قوم اسرائیل و مصری‌ها رو میبینیم که خدا از اونا چیکار میکنه؟ محافظت میکنه. این تصویری از نجات و داوری خداونده. تصویری از چیه؟ نجات خداوند و داوری خداوند. قوم خدا از غضب خدا چی میشن؟ محفوظ میشن. از اونا چیکار میکنه؟ محافظت میکنه، یا اونا رو در پناه خودش میگه، در خودش پنهان میکنه اونها رو در امنیت. از لحاظ الهیاتی ما هم که در مسیح هستیم به همین شکلی غضب خدا دیگه بر ما نمیاد. چرا؟ چون در مسیح پناه گرفتیم، چون مسیح ما رو چیکار کرده؟ پنهان کرده. تا حالا این کارو کردید؟ بخاطر آسیب کسی نرسیده بالا سرش یه جوری پناهش بدید؟ مسیح هم ما رو از غضب خدا چیکار میکنه؟ پناهمون میده، از همون محافظت میکنه. بعضی از الهیاتدان ها این بلاها رو با اصطلاح الهیاتی دیکریشن به معنای از نظر عملی اگه بخوام بشنوید یه جوری ترتیبی مخالف ترتیب آفرینشه. تو آفرینش ما بینیم که خدا همه چی رو شروع میکنه چی؟ نظم دادن، به همه چی نظم میده. اما اینجا میبینید چیکار میکنه؟ یه هرج و مرجی رو به وجود میاره، یه بی‌نظمی رو به وجود میاره. اوکی؟ مصریان فکر میکردن فرعون رو قادر مطلق میدونستن، یعنی قادری میدونستن که چی؟ میتونه چیکار بکنه؟ همه چی رو کنترل بکنه و یه جورای نظمی در آسمان و خلقت به وجود بیاره.
و اصطلاحی که استفاده میکردن براش که اصطلاح ماعات بود برای فرعون، به معنای این اصطلاحی بود که در دوران باستان مصریان استفاده میکردن برای خدایان مصری که مسئولیت حفظ حقیقت، عدالت و توازن در طبیعت رو داشتن. یعنی اونا فکر میکنن فرعون همین قدرت رو داره که میتونه چیکار بکنه؟ از طبیعت محافظت بکنه، از همه چی به همه چی نظم بده و عدالت رو برقرار بکنه. اما ما به عنوان ایمانداران میدونیم که تنها یک خدا هست که قادر مطلقه، خدایی که میتونه نظم بده، یکی بیشتر نیست. و او کیه؟ خدای عظیم ما، خدای عظیم ماست که میتونه این کار رو انجام بده. پولس توی کولوسی ها میگه که عیسی مسیح زندگی های ما رو و آسمان ها رو در دست داره. یعنی همه چی میگه در او چی داره؟ قوام داره. همه چی در اوه که ارتباط پیدا میکنه، در مسیحه. یعنی که مسیح لحظه ای رها بکنه، حالا معلوم نیست، ما میریم تو خورشید، ماه میاد تو ما، کی میره تو چی؟ نظم همه چی به هم میریزه. نه، ما میریم تو خورشید، ماه میاد تو ما، چون ماه از زمین کوچیک‌تره، زمین از خورشید کوچیک‌تره. اینطوری دیگه تصور کنید. همه چی، نظم همه چی به هم میریزه، فصل ها به هم میریزه. زمین میره تو مریخ. آره مرسی. بخوام اینو بگم که همه چی در دستان کیه؟ عیسی مسیحه. لحظه ای رها بکنه، نظم همه چی به هم میریزه. هیچ چیزی دیگه سر جای خودش باقی نخواهد بود. و او در واقع نگهدارنده ما هست. یونانی‌ها یه خدایی دارن، اگه اشتباه نکنم، اگه دیده باشید توی با کوچه و بازار توی فروشگاه هاشون، یک شخصیتیه که کره زمین رو سرش یا رو دوشش چیکار میکنه؟ حمل میکنه. یه جورایی زمین رو دوشش داره. خواهم اینو بگم که مسیحه که ما رو نگه میداره. همه خدایان دروغینی که ما میبینیم افسانه‌ای بیش نه، اما تنها خدای حقیقی کیه؟ عیسی مسیح. بعضی از معترضین به خدا بر این باورن که این بلاها غیر ممکنه، مثلا امکان پذیر نیست. اونه که معترض هستن خدا کیه. و همشون یه سوال مشترک دارن، اصلا آیا خدای وجود داره؟ سوال همشون همینه. اونه که معترضن به خدا رو باور ندارن، همشون همین سوال میپرسن. اولین چیزی که میپرسن از خدا اصلا وجود داره؟ اگر خدا این جهان رو خلق کرده و نظم داده، مطمئناً قادره که نظم اونو هم به هم بزنه. اگه اون اینجا رو به نظم آورده، خودش هم میتونه چی کارش بکنه؟ نظمشو به هم بده. هیچکی نمیتونه کاری انجام بده. با همه این خرابی ها و بی نظمی ها، فرعون باز هم توی آخر میگه چی؟ قلبشو سخت کرد. باز هم قلبشو سخت کرد. موسی فهمید، گفت که دوباره فریبمون ندی. من میرم این چیزی که گفتی رو انجام دم، ولی اگه دوباره فریبمون بدی. یه جورایی انگار یک هشداری بود برای کی؟ برای فرعون. وای به حالت اگه دوباره فریبمون بدی. اون دوباره خدا چی؟ وارد عمل میشه. توی این متن الگوی جدیدی میبینیم که ساحران مصری که قادر بودن جعل بکنن، دیگه قادر نیستن بلا رو جعل بکنن. مثل بلای قبلی، چون خودشون هم چی بودن؟ درگیر بودن و نمیتونستن اون کار رو انجام بدن.
حالا تو این بلا خدا چه چیزی رو مورد هدفش قرار داده بود؟ میخواست به چه خدایی که مصری‌ها پرستش میکردن ضربه بزنه. به نظر میرسه که خدای قیامت بود، قیامت از مردگان، که اسمش کفر هست. کفر که معمولا به شکل سوسک به تصویر کشیده میشه. حالا چرا سوسکشو دیگه نمیدونم. و هدف این بلا قرار گرفته بود. شاید دلیلش اینه که سوسک سخت از بین میره و حتی بمب اتم هم زدن سوسک زنده موند. شاید دلیلش اینه. بمب اتمی که زدن توی هیروشیما توی ژاپن، تنها چیزی که زنده موند سوسک ها بودن. شاید دلیلش این باشه. حالا دلیل الهیاتیشو نمیدونم. آره. پس معمولا به شکل چی بود؟ به شکل سوسک بود. بعضیا باورشون اینه که این مگس‌ها در واقع اون سوسک‌های بالدار هستن که هجوم آوردن و همه چی رو دارن از بین میبرن. و چیزی که جالبه، این سوسک‌ها توی مقبره ها و بناهای تاریخی یونان هم، مصر هم چی میشه؟ پیدا میشه. یعنی همین مدل سوسک‌ها. میخوام اینو بپرسم، برای حیات ابدی به چه کسی اعتماد میکنید؟ اعتمادتون بر کیه؟ کفر قادر نیست که مردگان رو زنده کنه. مذهب قادر به زنده کردن مردگان نیست. مذهب فقط یک سری کاره، قادر به زنده کردن مردگان نیست. تنها خدای قادره که میتونه مرده ها رو زنده کنه. مردم توی فرهنگ‌های مختلف جذب این موضوع حیات پس از مرگ هستن. این تو هر جامعه، تو هر فرهنگی، تو هر دیدگاهی، تو هر چیزی که با شما وارد بشه، انسان کنجکاوه که یا حیات پس از مرگ وجود داره یا نداره. یعنی شما هنوزه که برای انسان سوال بعد از مرگ کجا میریم، چه اتفاقی میفته؟ این سوال همیشگی کی بوده؟ بشر بوده. انگار همه این مذاهب و همه این تفکرها بویی از این علاقه و کنجکاوی رو وقتی یه بویی به مشامت میخوره. یا حتی توی فیلم‌های هالیوودی و سینمایی هم یه همچین چیزی ما میبینیم که به تصویر میکشن بعضی فیلم‌ها زندگی بعد از مرگ و اما عیسی میگه که هر که با ایمان بیاره حتی اگه مرده باشه زنده خواهد شد. یوحنا فصل 1 آیه 25 26 میگه. سوال بعدی اینه که به چه کسی برای قدرت نگهدارندش اعتماد میکنید؟ به کسی اعتماد کنید که قادر هرج و مرج و نظم ببخشه. گفتیم تنها کی میتونه این کار رو انجام بده؟ تنها خدای قادر مطلقه که میتونه از هیچی، او از هیچی خلقت و وجود آورد. هیچی وجود نداشت. پیدایش وقتی میخونیم خدا از هیچی زمین و آسمان ها رو به وجود آورد. به کسی اعتماد کن که قادر این کار رو بکنه. از بی‌نظمی یک چیزی رو به وجود آورد. بلای بعدی، پنجمین بلا، مرگ حیوانات. خداوند به موسی فرمود نزد فرعون برو و بگو خداوند خدای عبرانیان چنین می‌فرماید قوم مرا آزاد کن تا برود و مرا پرستش کنند. زیرا اگر باز هم آنها را آزاد نکنی دست خداوند بلایی در میان حیوانات تو خواهد فرستاد که اسب‌ها، الاغ‌ها، شتران، گاوها، گوسفندان و بزهای تو را مبتلا خواهد ساخت. در میان حیوانات بنی اسرائیل و حیوانات مصری ها فرق می‌گذارم به طوری که
هیچ حیوانی که متعلق به بنی اسرائیل باشد نخواهد مرد. من که خداوند هستم فردا را برای انجام این کار تعیین می کنم. فردای آن روز خداوند آنچه که فرموده بود عمل کرد و تمام حیوانات مصری ها مردند، اما حتی یکی از حیوانات بنی اسرائیل هم نمرد. فرعون پرسید چه شده است؟ به او گفتند حتی یکی از حیوانات بنی اسرائیل هم نمرده است. ولی فرعون همچنان سنگ دل بود و از آزاد کردن قوم خودداری کرد. بازم الگو رو می‌بینیم که تکرار میشه. سخت دلیش همچنان پابرجاست. مرگ حیوانات در بلای پنجم، حیوانات چی اتفاق برشون میفته؟ میمیرن. آیات 1 تا 7 فصل 9 نگاه کردیم با هم. فکر کنید که چهارپایان بزرگ سر تا سر سرزمین مصر روی زمین افتادن و مردن. والا فکر کنید اینجور آتنین دیگه. صبح بیدار میشه خواب میرید بیرون، هرچی گربه و سگ تو خیابونا مرده. چه حسی دارید؟ چه بویی بهتون میخوره؟ بوی تعفن. حاضر نیستی از خونه بزنی بیرون. ها؟ چرا؟ چون یه بویی هست که غیر قابل تحمل. وقتی میگه گاوها و بزرگ، اینا گربه و اینا نبودن که کوچیک باشه، از نظر جثه خیلی بزرگن. با اون هیکلش 200 کیلو، 300 کیلو، 400 کیلو گاوه افتاده رو زمین، بوی تعفنش هم بلند شده. و چقدر ترسناکه، خیلی ترسناکه. یهو صبح از خواب بیدار بشی ببین همه حیوانات توی طویله، توی خیابون، تو کوچه و بازار همه‌شون مردن افتادن روی زمین. یهو به صحنه وحشتناکی روبرو میشیم، نه؟ و از همه بدتر تمیز کردنش هم کار سختی میشه. تمیز کردنش هم کار سختیه. و فکر کن مثلا لاشه به این سنگینی رو چجوری میخوای برش داری، تمیزش کنی، حالا چالش کنی، فلانش کنی، هر کاری میخوای باش بکنی، کار سختی خواهد بود. بعد دوباره میبینیم که بین قوم خدا و مصری ها چی بود؟ تفاوت وجود داره. هیچ حیوانی که متعلق به قوم اسرائیل بود میگه چی؟ نمرد. آیه 4 میگه هیچ حیوانی. بازم چی؟ باز ما چی رو میبینیم؟ داوری و نجات خداوند رو داریم میبینیم. محافظت خداوند از کی؟ از قومش. میگه هیچ آسیب اونها وارد نمیشه. مصریان گاوهای مختلفی داشتن و بیشتر خدایان مصری به شکل و شمایل حیوانات بود و به این شکل به تصویر کشیده میشدن. خیلی ها گوساله رو پرستش میکردن. توی اگه نگاه کنید توی ادامه کتاب خروج، قوم اسرائیل تمثالی از گاو میسازه، گاو طلایی میسازه و اونو پرست. این تصویر از کجا اومده؟ از مصر اومده، از خدایانی که اونها پرستش میکردن. توی معبد توی شهر منفیس توی مصر مکان مقدسی قرار داشت که در اون گوساله زنده حضور داشت یا نگهداری میشد و گفته میشه که مصریان اعتقاد داشتن که این گوساله تجسم آپیس، یکی از خدایان مصری هست و خدایان دیگه هم بودن که سمبولی از زیبایی و عشق و مادری و این چیزها بودن، مثل هاتور و ایسیس. یعنی وقتی به گاو و این چیزها نگاه میکردن، این خدایان رو برای خودشون به تصویر میکشن. خدای آپیس، خدای ایسیس و خدای هاتور، خدایی که عشق بود، خدای زیبایی، اونها رو پرستش میکردن. این اتفاق افتاد و باز هم قلب فرعون نرم نشد. خیلی وقتا ما هم همینجوری، خیلی وقتا ما هم اینجوری هستیم. اون بعد از جا گفت خدا میخواد از ما استفاده بکنه، اما میشیم باشی چونه میزنیم. کاری که فرعون هم با موسی
انجام میده. تو هر بلا میاد باش چیکار میکنه؟ چونه میزنه. حالا آزادتون میکنم دورتر نرید. تو آیه میگه چی؟ میذارم برید حالی زیاد دور نشید. میشه همین نزدیکی هم چی میترسی؟ برید حالا انجام شد. باز هم دروغی دیگه به قوم اسرائیل و خدای اسرائیل میگه. بیاش آزادتون میکنم برید همونجوری که خدا خواسته انجام. خیلی وقتا ما اینجوری قول میدیم ولی میزنیم زیرش. به خدا قول میدیم اما عمل نمی کنیم. قلبمون رضایت نمیده. برای چی؟ یا اون چیزی که از ما میخواد و خیلی دوستش داریم نمیخوایم رهاش بکنیم و یه جورایی برامون شده یک خدایی توی زندگی همون. و ما رو به چالش میکشه و خدا دقیقا میخواد همونجا رو ترمیم کنه. با همونجا کار داره که ما نمیذاریم انجامش بده. پس بذاریم که خداوند کار رو انجام بده. قلبمون رو باز بکنیم و همون صندوقچه‌ای که گذاشتیمش یه گوشه 6 قفلش هم کردیم بذاریم قفلاشو خداوند بشکافه باز بکنه. بذاریم اون صندوقه رو خدا در هم بشکنتش. قلبمون رو سخت نکنیم به خداوند. آمین. دملها. خداوند خداوند به موسی و هارون فرمود مشت‌های خود را از خاکستر کوره پر کنید و موسی آن را در مقابل فرعون به هوا بپاشد. آنها مانند غبار بر سر تا سر سرزمین مصر پاشیده خواهد شد و همه جا دمرهای دردناک در مردم و حیوانات به وجود خواهد آمد. پس آنها مقداری از خاکستر کوره برداشتند و موسی آن را در مقابل فرعون به هوا پاشید و آن خاکسترها دمرهای دردناکی در مردم و حیوانات به وجود آورد. جادوگران نتوانستند در مقابل موسی بایستند چون آنان هم مانند سایر مصری ها بدنشان پر از دمرها شده بود. ولی خداوند همانطور که فرموده بود فرعون را سنگدل کرد و او به سخنان موسی و هارون گوش نداد. دمل. بله. چیزی که جالبه اول به صورت ساحران مصری توی صورت ساحران ظاهر میشه. اونجا حضور دارن تا اون خاکستر رو موسی و هارون میپاشن روی صورت کیا اول ظاهر میشه؟ ساحرها. چرا؟ چون تلاش میکنن که معجزات خدا رو چیکار بکنن؟ جلب بکنن ها. یه جورایی با خدا اونا بیشتر جنگ میکردن، در جنگ بودن ها. این که این کاهنا خاکستر به هوا بپاشن انگار یه رفتار و رسمی بود و سمبولی از برکت یافتن بود و همچنین میتونست نشونه این باشه به معنای اجرای عدالت. دو تا معنا داره این پاشیدن خاکستر به آسمان. یکی به معنای برکت بود، یکی به معنای چی؟ اجرای عدالت. چرا به معنای عدالت اینجا بود؟ به خاطر اینکه این خاکسترها از دود و از کوره های خشتی که قوم اسرائیل ازش استفاده میکنن برخواسته بود. از خاکستر اون جای استفاده شد که قوم اسرائیل باهاش خشت درست میکنن، اون کوره ها. خاکستر از اونجا اومده، واسه هم معنای عدالت به خودش گرفته بود به جای برکت. میبینید که همینطور که بلاها ادامه داره اگه خوب توجه کرده باشی شدتشون هم بیشتر میشه. هر سری بدتر و بدتر میشه. این نیست که آسون تر میشه، هی لولش میره بالا. اینها نشانه هایی بود که مستقیما ساکنان سرزمین رو مورد هدف قرار میگرفت. یعنی شما هر بلایی میبینید سری میرفت سراغ کیا؟ کسایی که تو اون سرزمین زندگی میکنن. زمانی بود که ساحران قادر بودن که این معجزات رو جلب کنن ولی حالا دیگه کاری ازشون بر نمیاد. دیگه قادر به جلب کردن و نمیدونم
کپی کردن یا کاپی کردن نبودن. چرا؟ چون خودشان دیگه درگیر بودن. تو بلاهای اول درگیر نمی شدن، میتونستن جلب کنن، ولی از موقعی که پشه‌ها اومدن که سر تا پاشونو گرفته بود، بعد مگس‌ها و سوسکا و اینا همش درگیر بودن که آقا اصلا خودشونو آزاد بکنن. جالبه مصریان چشم انتظار خدایان دروغین بودن که اونها رو شفا بدن. این دنبال کی بودن؟ بازم دنبال خدای خودشون بودن، خدای دروغینی. بابا این همه خداهاتون رو به چالش کشید، خدای قادر هیچ کدومشون نتونست کاری بکنه. وقتی موسی دعا میکرد همه چی درست میشد. باز هم میبینیم که همچنان دنبال چیه؟ خدایان دروغین خودشون هستن. خداهایی مثل آمون، ره، توت، ایمهوتپ، اسمشون هم سخته، سخمت، اینها خدایانی بودن که میتونستن شفا بدن. در واقع خدایان شفا دهنده شون بودن که تو این بلا مورد هدف قرار گرفتن، که حتی خدایانی که شما میگید شفا بخشن قادر به شفا دادن شما نیستن. در واقع این بلا تمامی این خدایان رو هدف میگیره. تو دوران امروزی ما داروها ابزارهای خیلی خوبی هستن برای اینکه ما مریضی هامون شفا پیدا بکنه، ولی دارو خدا نیست. شما تو هیچ داروخونه ای نمیتونی بری بگی که مثال میزنم امروز زنا کردم برم قرصی بگیرم که زنامو بشوره ببره. بری تو داروخونه به دکتر داروخونه بگی که یه قرص بده مثلا برای قتل، بهت میخنده. چی میگی؟ تو کجا اومدی؟ هیچ دارویی وجود نداره که گناه رو پاک کنه. هیچ شربتی وجود نداره. سرما که میخوری گلو درگی شربتی میخوری ملینی هست، یواش یواشی خوب میشی. اما هیچ دارویی برای گناه وجود نداره. تنها یک چیز هست که خدا قادره که گناهان ما رو ببخشه. پتروس میگه توی اعمال رسولان، میگه که وقتی موعظه کرد، روز سه‌شنبه هم خوندیم، میگه مردم چی شدن؟ دلریش شدن. از پتروس پرسیدن چی کار بکنیم؟ پتروس جواب میگه که توبه کنید، به عیسی مسیح ایمان بیارید و برای گناهان تا گناهان تو چی بشه؟ آمرزیده بشه. توبه و ایمان به عیسی است که گناه رو پاک میکنه. هیچ شخصی قادر به این کار نیست. هیچ مذهبی نمیتونه گناهان ما رو پاک کنه. مذهب فقط بکنها و نکنهاست. در آخر ترازویه، آیا بشه آیا نشه، میشه نمیشه، حالا کدوم ور سنگین تره، همونجوری قضاوت میشه. اما انجیل یوحنا میگه که زیرا خدا انقدر این جهان رو محبت کرد که یگانه خودش را داد تا هر که به ایمان آوره چی نشه؟ اول هلاک نشه. یعنی ما در راه هلاکت ابدی هستیم. هیچ چیزی هم نمیتونه ما رو از اینجا بکشه بیرون. هم میگه که خدا یگانه خودش رو داد تا هر کی به ایمان بیاره هلاک نشه، بلکه صاحب حیات جاودان بشه. حالا سوال اینجاست، آیا من حاضرم در حضور عیسی زانو بزنم و توبه بکنم، حتی به عنوان یک ایماندار؟ به این معنا نیست که من ایماندار گناه نکردم یا نمی کنم. حتی من که اینجا وایسادم، من هم باید زانوهامو خم بکنم برای حتی گناهی که نمیدونم هم انجامش دادم. چیکار بکنم؟ توبه بکنم. در هر جایی که هستیم، در هر جایی از زندگیمون هستیم، بیاید امروز زانوهامون رو خم بکنیم. نذاریم به کار به فیلیپیان فصل 2 بکشه.
میگه در اون روز دیگه همه زانو خواهند زد. بیایید امروز زانو بزنیم، بیایید با هم دعا بکنیم که خداوند زندگی های ما رو تقدیس بکنه. مسیح جان شکرگزار تو هستیم خداوندا و امروز ای خداوندا در حضور تخت فیض تو خداوندا زانو میزنیم ای خداوند، با قلب‌های شکسته خداوندا، با کوله بارهای سنگین ای خداوندا به حضور تو اومدیم خداوندا. امروز مسیح جان میخوایم که تو بارهای ما رو ورداری. امروز میخوایم که تو زندگی‌های ما رو تقدیس بکنی مسیح جان. خداوندا روح خودت توی خداوندا در ما لبریز کنه ای روح القدس. امروز در ما لبریز شوی خداوندا. باشد که تو زندگی ما رو تقدیس بکنی مسیح جان. باشد که شفای روحانی تو در زندگی ما جاری بشه مسیح جان. امروز ای خداوندا میخوایم که تو در زندگیمون کار کنی مسیح جان. تو با ما باشی، تو با ما قدم برداری. هر جایی که خداوندا تو خواستی ما پیش بریم. هر جایی که تو انتخاب کردی باشیم خداوندا. به تخت داوری نیومدیم مسیح جان، امروز به تخت فیض تو اومدیم. فیض تو خداوندا. می‌دونیم که فیض تو بالاتر از هر چیزیه و می‌خوایم تا هر جایی که هستیم و پامون رو این زمینه زیر چتر فیض بخش تو باشیم مسیح جان. و شکرگزار هستیم به خاطر قربانی که روی صلیب انجام دادی. خون تو ریخته شده خداوندا تا گناهان ما بخشیده بشه یک بار برای همیشه. و امروز مسیح جان قادریم با خون تو، با خون بره به حضور پدر بیایم و او رو پدر صدا بزنیم، او رو ابا صدا بزنیم، او رو بابا صدا بزنیم خداوند. خاطر این خونه که تو، به خاطر خون توی خداوند که امروز میتونیم در حضور خداوند زندگی کنیم. باشد که هر روزه در تو تقدیس بشیم و در تو پاک زندگی کنیم مسیح جان. دعا کنیم در نام قدوس عیسی مسیح، کلیسای تو یک صدا گفتن آمین.